تحلیل اتصال 3 به خود سین، مثلا کلمه 6. دقت داشته باشید دندون زدن رو بدین حالت همینجا ما میتونیم در همین راستا یک زاویه بندی انجام بدیم. یک مورد هم میتونیم از یک خط عمود استفاده بکنیم و از اینجا دوباره شروع کنیم دندون زدن. بدین حالت حالا کلمه 6 مثلا کوشش.